خیلی پشت چراغ قرمزه. کجا این؟ امامزاده. یک عدد علی این پشته. داریم میریم بچه‌ها یخچال بگیریم. ببین اینجور موقع خوب به ما نیاز داره، ولی زمانی که میخواد پاک کنم با هم بیان یا نه؟ نه با هم بیا. آره پارک کنیم با هم دیگه. میخوام بریم یخچال بگیریم. بعد عادل قرار بودش که خونه مامانینا شروع به کار کنه، ولی گفتیم تو این فاصله استفاده کنیم از عادل، نهایت استفاده رو از عادل ببریم. بیان خونه داشتیم بکنم. نه اینجا خوبه که اینجا هم جای پارکه. آره خوبه. بریم یخچال میخواد بگیره. بعد بچه‌ها یه چیزی پیش اومد، حالا یه ذره استرس گرفتیم هر دوتا. دستگاهشو امروز امتحان کردیم، یکم آب میده، حالا نمیدونیم اوایل آب میده یا نه این دستگاه اینجوریه. خلاصه یکی دو بار تست کردیم، به دوستامون هم سپردیم، اونا تجربه بیشتری دارن، بگن که عادیه این قضیه یا نه. اگر نه که باید ببریم همونجا خریدیم ببریم نشون بدیم. حالا پیاده شیم بریم. بعد رفتیم علی یخچالو گرفت. اون یخچالی که دیدیم یه هوا از اون بزرگتر، به خاطر اینکه اون کوچولو بود. ببین چقدر دستش میلرزه. این آخر بابا ایران نداره. چون علی خیلی گیر میده به اینکه این دستت میلرزه، هی ویدیو اینجوری. تو رو خدا بگید دیگه. یه مرد میخواد ویدیو رو ببینه خورده خوب و شکلی. دوستای من اگه دوستای منن همه جوره فیلم‌ها و ویدیوهای ما رو دوست دارن، اینقدر گیرم به من نده. این محله ما از سمت مرداب داریم میریم. میخوایم بریم انزلی یه سری پایه و نمیدونم ظرف یه بار مصرف و اینا علی میخواست. چه میخندی؟ یعنی چه میخندی؟ یه مرداب گل لاله، هم گل داره هم لاله. بیاین بریم گوزلا داره. گوزلا رو ببینیم. آره قبلا میخواستن مشتری جلب کنم، میگفتن که اینجا گودزیلا. چرا آخه گودزیلا برای چی؟ این دیدی این آقای دین ریشتا شنرال شد. خب این قبلا قهرمان موج پرشی ایران بود. واقعا؟ بی پرنده بهش میگن. همه موتورات تو این سطح بودن، این اینجا بود. از همین خیلی بیشتر خیلی بود. صدای خیلی خوبی هم داره. بچه‌ها اینجا میانبرای کوچه ما که داریم بهتون نشون میدیم، از این ور میریم که به ترافیک نخوریم. یه برنامه باید بذاریم شخصیت‌های شهر ما معرفی کنیم. خلاصه این که چه حسی داری یعنی کم کم داری به هدفات میرسی؟ حس خیلی خوبی دارم. انشالله چهارشنبه در خدمتتون هستیم. چهارشنبه همین هفته؟ الان شنبه هست. همین هفته من هم با دکی و علی و با تبریک بدیم هم خونه شما. ما نه خونه ما دوشنبه است. به سیمین قول دادی، سر قولت بمون دیگه. چهارشنبه علی تا چهارشنبه کارهای خودشو میکنه. چجوری مرد الان باید بیاد برقکاری رو برای من بکنه؟ اون دیگه مقصر تویی که همه چی گذاشتی دقیقه 90. چوب و الان پایه هم نچیده مرد دیگه. من میگم مثلا کلا برو عادت فرار کن. از دست موقعیتش نیست. از دست ما فرار کن عادت. کارا انجام بده. خیابون شلوغه و ما این سمت اومدیم ترافیک نبود چون از پشت میایم. امروز شنبه من شنبه باز نصیب شلوغ باشه. آره به خاطر همون شلوغ. تا امروز شنبه بازم رفت 4 6 8 10 دارن حساب میکنن که چند تا دستگیره نمیخواستی؟ نه دستگیرهاش هم خوبه. من چیزایی که خودم میخوام و میبینم اونا هم خیلی خوبه. چی دارید میگیری؟ دونه چنده آدش؟ نمیدونم. اول بپرسی چنده. چه جوش مجلسی زدم. نمیدونم عروسی دعوتم، مهمونی دعوتم. اومدیم داخل مغازه، علی اینا دارن انتخاب میکنن. منم هی دارم بهشون میگم اگه چیزی احتیاج ندارید بر ندارید. همیشه با خودتون یه همراه داشته باشید مثل من که باعث بشه شما چیز نکنید. چی؟
چی میگه؟ سر خود وسیله خب منم اینجا یه دونه باتری میخواستم، به علی گفتم برام برداشت 19 و 500. من فکر کرده بودم 195 تومنه. 110 تومنه؟ آها من همون دیگه فکر کردم 110 تومنه، 110 نبود. 11 تومنه. از این پریزا گرفتم، کلید، محافظ یخچال، این البته سه راهشه فکر کنم، آره 3 شاخه 3 خانه. محافظ کولر گرفتیم برای یخچال که گفت از این میتونید استفاده کنید، خوبه. سیم و یه مقدار هم باتری من. بچه ها قبلش یادم رفت بهتون بگم خریدار رو انجام دادیم، یه سری از چیزهایی که علی احتیاجش چیزهای برقی رو خریدم، ولی خب یه بار مصرف میخواستیم بگیریم که نشد، مغازه دیگه بسته شده بود. ما هم خیلی گرسنمون بود. من به علی گفتم که میرم خونه نخود گذاشتم خیس بخوره، میرم براتون فلافل درست میکنم میام، شما برید حداقل بیکار نمونید یه سری از کارهای دکه رو انجام بدین. علی و عادل رفتن کار انجام بدن، نونم گرفتیم و سس گرفت علی، منم سری اینو براشون درست کنم. آموزش فلافل رو قبلا گذاشتم و حتما نگاه کنید، درست کنید، حالش رو ببرید. امیدوارم که همه کارامون به خوشی پیش بره دیگه، به خاطر اینکه یه سری از کارا که مونده، علی هم مشغول کارهای خودش، از طرفی کارهای مامان مونده، نمیدونم بنده خدا عادل باید چی کار کنه که بتونه به همه چی برسه، ولی امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. علی هم چهارشنبه بتونه به راحتی افتتاح کنه. منم زیاد حرف نزنم، اینو درست کنم چون گشنشونه. اوستا عادل فقط اوستا نیست. چه تازه داره میگم برقو خاموش کردی چرا؟ موضوع به دستت باش عادل. ما دیگه آخرای کارمونه، یعنی برای امشب دیگه فکر کنم بسه دیگه. ببین چه جلافتا چه کارایی میکنن آخه. الان به اون نیاز بود. ای خدا ای خدا. البته اونو باید چیز کنی دیگه، یکی رو باید برداری. این لامپ خدایی بد جایی همش میخوره. آها اینو میخواستم بردارن که اینجوری نورش چیز بشه. به نظر منم خوب شد. دست عادل و علی در نکنه، هر دوتا زحمت کشیدن. فقط این یه مشکلیه که اینم تا فردا باید حل کنن. این خیلی اینجوری شله، خیلی شله. این باید یه پایه بخوره چون دستگاه روش میمونه. یخچالم حالا فردا میاد. خیلی کار دارم هنوز، هم من دارم هم عادل. خیلی کار داریم. خیلی دعا کنید برامون اینکه همه چی خوب پیش بره. مرسی که ویدیوهای ما رو نگاه میکنید. ممنون که انرژی مثبت میفرستید. ویدیوهای قبلی کلی برامون دعای خیر فرستادید، ممنونم ازتون. امیدوارم که عادلم انرژی زیادی داشته باشه، بتونه این چند روز رو دووم بیاره کمکمون کنه. این هفته درمون برم دیگه درمون میرم، دیگه نمیمیرم این هفته. تو رنجه دستتون در نکنه. خیلی خیلی دوستتون داریم. سابسکرایب یادتون نره بچه ها، حمایت از کانال خودتون یادتون نره. ممنون که هستی. فعلا خدا حافظ.